حکمت زیبایی است که میگوید اگر با زندگی بجنگید همیشه مغلوب میشود. و مانند شانس و اقبال او بود که به چنین درجه رسید. عجیب شانس دارم. چقدر خوش شانس است که سردار شده است. بله، ما میتوانیم تمام عمر را صرف محاکمه به این گونه موضوعها کنیم و یا اینکه این خوب است، فلانی بد است، بیفایده است، بفایده است، به هر حادثه بچسبیم و به فاجعه و مثبت بودن آن نظری خود را پیشنهاد کنیم. تا زمانی که به بد بودن اوضاع و احوال ایمان داشته باشیم، هیچ تغییر در اوضاع و احوال ما به وجود نخواهد آمد. تا زمانی که با داد و فریاد و جنگ و دعوا به استقبال روزهای زندگیتان می روید، هیچ پیشرفت در زندگی نخواهید دید. شما می توانید با یک خلاصه منطقی ثابت کنید که حق با شما بوده است، ولی این بحثا گره‌های از زندگی شما را نمی گشاید، چرا که زندگی تابع منطق نیست. اگر در پی آرامشی بیشتری هستید، بر رویدادهای زندگی چسبید و خوب و بد نگوید. اصلا هر کسی می تواند در دنیا از دو زاویه مختلف بنگرد. یکمی این است که بسیاری میگن دنیا کثیف است و بسیاری میگن که دنیا به همین صورت هم زیباست. اما برای بافت عیب‌ها و کاستی‌های دیگران انرژی فراوان صرف میکنیم و در کمال عصبانیت میکوشیم ثابت کنیم که آدم‌ها تخلفکار، پولخور، تنبل، دلخوار و به خود خرجو و وحای دیگری هستند. اما نتیجه این تلاش‌ها و انتقادها چیست؟ هیچ، جز این که زندگی خود ما از شادی و نشاط خالی می‌گردد. راه دوم این است که دنیا را با همین صورتی که هست بپذیریم. شاید بپرسید چی دلیل و چی دانش یا کسب برای خوب بودن در دنیا وجود دارد؟ دلیل و کسب لازم نیست. دنیا همین است که هست. ماه گرد زمین میچرخد و زمین گرد خورشید، گل‌های صدبرگ شکفته میشوند، پرندگان آواز میخوانند، آدم‌ها ازدواج میکنند، جدا میشوند، نسل فرزند به دنیا میآورند و همه اینها بخش از برنامه بزرگ هستی است. یا بگویم مردم نباید مریض شوند، نباید دروغ بگویند. مانند این است که بگوییم این خورشید چرا اینقدر بزرگ است؟ این امکان برای همه ما وجود دارد که جهان را به همین صورتی که هست بپذیریم و آنگاه برای بهتر کردن آن بخش از مسئولیت‌ها را به گردن بگیریم. این رسم زندگی است. ما برای نگهداری خود سلسله مراتب‌های داریم. وقتی پایمان شکسته باشد، دیگر بر درد سرمان اهمیت نمی‌دهیم. خب حالا ببینیم که چگونه می‌توانیم از حساسیت‌های خود بکاهیم و یا آنها را کم کنیم. اولا باید بپذیریم که سرچشمه همه آزردگی‌ها و مصیبت‌ها قانون‌های خودساخته هستند که در ذهن ما جای گرفتند. اگر خود ما اقدام به تغییر یا دور انداختن این قانون‌ها کنیم، آن وقت دیگر از بی‌اعتنایی دنیای واقعی نسبت به قانون‌ها آزرده خاطر خواهیم شد. برای لذت بردن و سرگرم شدن هم راه‌های مختلف کتاب‌های زیاد پیش روی ماست. اگر برای شاد زیستن به دنبال یک راه ساده هستید، قانون‌های کمتری برای خود وضع کنید و بجهد زندگی را با بایدها و نبایدهای خود ساخته و پیچیده نکنید. و همچنین چرا باید یاد بگیریم که اندیشه هایمان را کنترل کنیم؟ یا با دو دلیل. یکم، شما نمی توانید برای محیطی پیرامون خود بر افزایش جویی و یا بر عقیده هایی که دیگران درباره شما دارند کنترل داشته باشید. مهمترین و تنها چیزی که می توانید آرامش کامل داشته باشید افکار و اندیشه های خود شماست. دوم، آنچه مایه خوشبختی و شادی انسان می شود درونی است و نه عامل های بیرونی. ما می گوییم اگر فلان چیزی می داشتم می توانستم خوشبخت باشم، اما این اشتباه است. حتی اگر همان چی را به دست بیاوریم، هنوز 24 ساعت نگذشته حسرت دیگر چی پیدا می شود. ما در تمام طول زندگیمان به گونه برنامه‌ریزی می‌شویم که در هر زمینه خاص و تفکری خاص داشته باشیم و همین تفکرات خاص هستند که شادی و خوشبختی ما را تحت خود قرار می‌دهند. اما همیشه
به خاطر داشته باشید که ما می توانیم اندیشه های خود را تغییر دهیم. 21 رازی موفقیت میلیونرها از برین تریسی درباره آن بحث می کند که چگونه افراد می توانند میلیونر شوند. تفسیر این کتاب بر اساس ده ها تحلیل دقیق عادت‌ها و عمل‌های صدها میلیونر خودساخته که توسط برین تریسی صورت گرفته است استوار است. این کتاب فشرده و عملی به شما یک فرمولی قدم به قدم یاد می‌دهد تا بتوانید ثروتمند شوید. کتاب‌های ما را در همه سوپرمارکت‌های یاور دسترس کرده می‌توانید. خوب بینندگان عزیز، در خلاصه این نوار ما می‌خواهیم شما را بفهمانیم که بالای اندیشه های خود کار کنید تا کیفیت زندگیتان را بهبود بخشید. آنگاه همین اندیشه های نو، احساسات شما را دگرگون میکنند. آنچه شما را آزرده میکند حادثه نیست، بلکه تفکرات شما درباره آن حادثه است. و درباره این موضوعی که ما امروز صحبت کردیم، دیل کارنگی کتابی خیلی جالب و خواندنی دارد که خوشبختانه آن به زبان تاجیکی منتشر گردیده است و امروز دسترسی وسیع خوانندگان قرار دارد. اگر شما از تشویش‌ها و اضطراب‌ها نگران هستید و می‌خواهید که آرام و آسوده و با باطن و با درون خود یک ارتباط خوب برقرار کنید، ما توصیه می‌دهیم که این کتاب را حتما مطالعه کنید و به همه شما برار کامیابی و آسودگی خاطر را آرزومندیم. با دیگر نوارهای مرکزی خرد بمانید.